زوراوری نسبت زنان و دختران سالهای آخر تا رفت اوج گرفته اکثرا باعث سر زدن حادثه های ناخوش می گردد. چنین یک فاجعه دهشت انگیز سنه 15 ایون در دهه سنگپر شهر وحدت به وقوع پیوسته یک ساکن 48 ساله دهه مذکور همسرش را با خشت زده کشت. برای فهمیدن سبب های سر زدن این ماجرا ما راه مکان حادثه دهه سنگپر را پیش گرفتیم. میخیزه و میگه که اوچی بیلال گفته خیبره گفته که سرم bezevše se jaké میزنم تو گفته بو گشته ایسوداکی نرامده و تلفن خیلی گازه بو گشته چی میکنه او چی بیلال گفته خیلی من 3 طلاق کنم برا ای گفته کجا میرم آخه خونی عقده روزبر نشم چیده نشم اما هیچ جا نمیرم گفته میگم خیلی دیگه میروی بیره بچهش روی حوالیده میگه بیلال او چطور بگی خونه برو گفته که میزنم تو گریه میکنی همه خیلی میگه میره روز خونه‌های ولاد خونم دیگه میره دوره خونه‌اش یکی پیچه میگیره آوس میویه که باید دختر زوب هم داشته بده میگه که یکی زوبش محکم میکرد تیز میومدیم قای نگوش میکردیم دوروش میدادیم که چی شد روش بیه همه خیلی گفتن چی ده اوجه اکاش میگه که مرا همه جانش دکی مرا 3 طلاق کرد و میگه خیلی خونی همسایت بره که دیگه همون وقت ده زوبش محکم میکنه دیگه نمیتونه میاره که اوجه غلطی دیگه موش میگیره میکشه مو روی حوالی میبرشه میبرم اونجا که پیش میزنشه یعنی که پیش از اون بیمار شدنش میدونست اصلا آگاه میکرد است که از پیش میدونست پیش میدونست تمام خیلی میکرد تمام وجود زدگی بود همین بره گفته تا پیش نزدیک نبیا میزم نزدیک نبیا میزم که و تمام اگه خواسته بگیره که یکون بوده که نزنه بوده اول پانی در اختار میزم همین پیش که میبرده رو تم دستش همین خیل میکنه میگه اگر همین خیل نمیکنم راستی سرم میام همین خیل میکنم میزنه دسته میجه کلتا میشه و تم جادو قطعی میزنم خیلی کلتا میشه سنی بوده که میگه که بریم ما فیروت کنیم اما کیوت فیروت کنیم بریم که ما یخچون اومده است بودیم که بریم یا بعد بینیم شه مزدش نیست با کور همین میگه تا اومدم میزنه شه اختش کشش میره همین است گفته که لیسا و در 6 تا میگه 3 تا که اکسپرتیزه 3 تا برم که من نمیدونم دیگه ای باشه میگه یکی ایشم طلاق خواه ایشم طلاق خواه کسل میگیره شب خودش بخواه هیچ نمیگه کلی نبود هنگه خواه روزی بیرون بود چیزی که نگوه پاپا زندگی و چی دار کنیستم همه چی مخم میبودیم مخمون یاردم میگفت که ما کم خریدستم ایده با خرچی پلی دادیم رفته قالین خریده که خانم چی دو میکرم فقط در آرزوی زندگی بود در تلاش زندگی خیلی چی گندگی ندیده بوده چیکار کنیم که دیوانه بود و هشیار میشید ما میگفتیم هشیار این کار میکنیم پیش این خودش 7 متر چخری توالت بود دارم خود شفریدگی هم کسالش میگرش میره خش سر که در توالت میپرد هیچی نشیده و امورا کشیده گفتگی بدنش هم وقت توی دیوانگیش فقط کوره میبرد پیشه باید دیگه گوهم دیوانگیش میگیره گوهم میزنه به دوست آدمی شونه میکنه میکنه چکو کنیم از سولی 98 با کسال باید یارشیدگی به کویورم اونو دیدونیم چیکار میکرده باشه چند فرزانده داره؟ 4 تا این بچه 4 تا یه چیزش داره زنی اولش داره زنی اولش دختر قیسی بود وقتی که آمدیم من نمیجه غلط بگیم اما رشد خون بوده خیلی خونی بسیار هم رفته نبود برداشتیم روش تازه کردیم و حیواراش آمدن برداشتیم گرفتیم برمیسه بودیم شد بودم این برمیسه دخواهیم رسیدیم که جانش پر آمده